دوست پسر داشتم، یه بار ازدواج کردم، جدا شدم و زمانی که دوست پسر داشتم با دوست پسرم رابطه داشتم. آیا کسی هست که با دوست پسرش رابطه نداشته باشه؟ این چیز نرماله. ارتباط بین دختر و پسر چیز نرماله و هر کسی تو هر قسمت از زندگیش میتونه. سلام، خیلی خوش اومدین به فاز حاشیه. امروز قراره بریم سراغ یکی از داغ‌ترین درگیری‌های پشت پرده عشق ابدی، جایی که پای تهدید، رابطه‌های قبلی و یه افشاگری خطرناک وسطه. ماجرا از اونجایی شروع شد که ماهرخ توی یکی از دعواها خیلی واضح ترانه رو تهدید کرد و بهش گفت که از این به بعد نمیذارم تو این استانبول راه بری. اما حالا توی قسمت جدید محبود که نامزد فعلی ترانه است، توی حرفاش با امیرحسین یه بمب خبری رو میکنه. اون میگه که قبلا با ماهرخ رابطه داشته و اگه ماهرخ بخواد به اذیت کردن ترانه ادامه بده، اونم همه چی رو لو میده و به همه میگه که چه گذشته‌ای با هم داشتن. حالا ماهرخ با پخش شدن این قسمت واکنش نشون داده و یه سری حرفا رو راجع به گذشته‌اش با محبود توضیح داده که بریم با هم بشنویم. وقتی قسمت دیشب رو دیدم دوباره متاسف شدم. اول واسه یک سری از آدم‌هایی که هنوز فرق احترام گذاشتن دو تا رفیق به هم دیگه و ارتباط بین دختر و پسر، ارتباط دوست دختر دوست پسری تشخیص نمیدن و اگر کسی محبتی کنه یه ذره که محبتش زیاد میشه سوء تفاهم ایجاد بکنه. من دیدم که باز دوباره محبود نشسته جلوی امیرحسین میگه که بین من و ماهرخ ارتباطی بوده که هم خودش میدونه هم خودم میدونم. نه عزیزم، چه ارتباطی بوده؟ من تو مصاحبه‌ام با آدمم گفتم من و محبود حالا به هر دلیلی از هم دیگه خوشمون میومده نشده 2 سال پیش این خیلی چیز غیر عادیه نشده، ما ارتباط خاصی با هم دیگه نداشتیم، داشتیم هم دیگه رفیق شدیم و تمام. یعنی اینقدر باید آدم واقعا حتی نمیخوام توهین کنم، ولی این خیلی حرکت چیپیه. به طرفم برگشتم گفتم نمیذارم تو استانبول راه بری بخاطر که پدر منو در آورده تو برنامه انقدر چرت و پرت، دروغ، تهمت، هر چیزی که دلش خواسته رو به من گفته. معلومه که من ریاکشن نشون میدم. ببخشید خود شما هم اونجا بودید، اگر میدیدید که یکی بی‌دلیل داره بهتون تهمت میزنه، بهتون توهین میکنه، داره موش میدونه، داره شما رو خراب میکنه، که خودتون هم الان دارید ویدیوها رو میبینید که کی چه شکلی و کی چه جوریه. معلومه که ریاکشن نشون میدین، معلومه که ناراحت میشی و بعد بخواد مثلا راجع به من این حرف زده بشه. یه چیز دیگه هم من میخوام روشن کنم که از اینجا تا ابدالآباد شخصیت ماهرخ رو بشناسید. برد بزرگ من توی زندگی میدونی چیه؟ اینکه از چیزی نمیترسم واقعا و اگه کاریو کرده باشم مسئولیتشو به عهده میگیرم. من انسانم، دوست پسر داشتم، یه بار ازدواج کردم، جدا شدم و زمانی که دوست پسر داشتم با دوست پسرم رابطه داشتم. آیا کسی هست که با دوست پسرش رابطه نداشته باشه؟ و حتی اگه خود دوست پسر من بخواد بیاد منو اذیت کنه، تهدید کنه یا هر چیز دیگه و بگه فلان کارو میکنم، میگم بچه بابات نیستی اگه نکنی. از چیزی نمیترسم. زندگی خودم واسه زندگیم تصمیم میگیرم که چی کار بکنم و چی کار نکنم و این چیز نرماله. ارتباط بین دختر و پسر چیز نرماله و هر کسی تو هر قسمت از زندگیش میتونه ارتباطاتی رو داشته باشه که آدمش رو پیدا کنه و آدمش رو بشناسه و وقتی پیدا کرد بهش متحد بشه. همین. از مشهد تا تهران تو دایرکت منن، همه شاکی، همه دیوونه، میگن آمار فلانی و بساری و اینه. من میگم نمیخوام با آبروی کسی بازی کنم، نمیخوام آبروی دختری رو ببرم، نمیخوام کلکل کنم با کسی. اما خب قشنگ نیست که من اینطوری رفتار کنم و بقیه بیان یه سری چرت و پرت بگن. البته که پشت سر آدمای موفق همیشه حرف هست و من به تداوم توی کارم، تداوم داشتن توی تلاش کردنم و موفق شدنم و هر مسیری که دارم میرم و بهش دارم نزدیکتر و نزدیکتر میشم افتخار میکنم و لذت میبرم از اینکه نظرات مسخره و چیپ بقیه واقعاً به کتف راستم هم نیست. چون کسایی که به کسایی دیگه بی احترامی میکنن بدون اینکه خودشون تو اون موقعیت بوده باشن و قضاوتشون میکنن، به نظر من خیلی آدمای پوچ و پستی هستن. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. ماهرخ بعد از توضیح رابطه‌اش با محبود ادعا کرد که اصلاً حسادتی به رابطه ترانه و محبود نداره و برعکسش این ترانه و نگار بودن که به رابطه ماهرخ با دکتر حسادت میکردن. ماهرخ خیلی رک گفت که اونا وقتی دیدن من با دکتر خوشحالم شروع کردن به حاشیه ساختن و حتی به نگار تیکه میندازه که تو رفتی پیش دکتر و پشت سر من حرف زدی. راجع به حسادت من هم یه سری چیزا گفته بودن که ماهرخ حسوده و به رابطه ها حسودی میکنه. من اگر یک زمانی قرار باشه به رابطه یه چیزی حسودی کنم، حتما اون آدم و اون رابطه باید خیلی خفن‌تر و جذاب‌تر باشه. تازه اون موقع میگم خدا رو شکر پس هنوز رابطه‌های قشنگ وجود داره. نه به یه عده آدم واقعا به نظر من بی کاراکتر، خودباخته، ضعیف، کسایی که حتی وقتی منو کنار دکتر میبینن نگاهاشون رو میبینید دیگه. من اصلا نیاز توضیح بدم اینو. چپ و چل و اینور رو طرف میاد میگه بهار ماهرخ اینطوریه، بعد خودش میدوه میره با سنش رو قنبل میکنه لب میز آشپزخونه با دکتر لاس میزنه.
میگه من از کی و چی بگم براتون. جالبه که تو این برنامه نه فقط شرکت کننده ها، حتی خود مجری هم زیر ذره بین میره. بعد از پخش قسمت جدید خیلی از مخاطبا مستقیم رفتن سراغ پرستو صالحی و توی دایرکت بهش اعتراض کردن. اونا میگن چرا وقتی نوبت به ترانه یا محمود میرسه مجری همش وسط حرفشون میپره یا اصلا اجازه نمیده صحبت کنن، در حالی که ماهرخ و چند نفر دیگه هر چقدر که میخوان وسط برنامه حرف میزنن، اونم دقیقاً جلوی چشم مجری. حالا پرستو صالحی هم سکوت نکرده و توی یه استوری به این انتقادها جواب میده. بریم بشنویم توضیحاتشو. من خودم نشستم برنامه نگاه کردم و بعدش یه خورده دیدم که دایرکت دارم که خیلی اعتراض کرده بودن چرا مثلا اینو گذاشتی حرف بزنه اونو نذاشتی حرف بزنه، چرا اینو کم میذاری حرف بزنه اونو چرا مثلا زیاد میذاری حرف بزنه و از این حرفا. خواستم توضیح براتون بدم. عزیزم من مجریم، یه گوشی تو گوشمه، خب که تو اون گوشی میگن که راجع به این موضوع میخوایم الان صحبت کنیم. بعد موقعی که داری راجع به موضوع صحبت میکنی میگن بسته برو رو موضوع بعدی. دوباره مثلا داری روی موضوعی صحبت میکنی میگن اینو تمومش کنید برید سراغ موضوع بعدی. برنامه کارگردان داره، یه کارگردان داره که نشسته پشت در واقع توی اتاق رژی و داره تصمیم میگیره که الان راجع به چه موضوعی صحبت بشه، راجع به چه موضوعی صحبت نشه، یا اینجا بسه یا اونجا کافیه، اینجا ادامه بدیم یا ندیم. نظر شما چیه؟ به نظرتون محمود راستشو میگه یا ماهرخ؟ و اینکه حق با مخاطبا بود یا با پرستو صالحی؟ به نظرتون مجری اینجا واقعا بی‌طرف عمل کرده یا طرفدار گروه خاصی بود؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسین، چون حرفای شما هم بخشی از همین حاشیه هاست.